محمد ابراهیم معظمی گودرزی بروجردی 85 سالمه. خداوند روزی که انسان را خلق کرد نفرمود که زن کمتر باشد ز مرد. زن و مرد در خلقت بود همتراز، ندارد یکی بر دیگری امتیاز. امتیاز انسان به انسانیت است، نه بر جنسیت و ریاست و قدرت است. زن و خوب و مومن را باید ستود، انبیا و اولیا از زن آمد به وجود. هست وجود زن بقای زندگی، خانه بی زن بود درماندگی. زن و مرد نه از هم بهتر یا بدترند، زن و مرد تکامل یکدیگرند. حرفتان گرید. با هست یکون شعر دیگه، با یکون شعر دیگه میگوید. شیعه و سنی برادر هستند در جهان، پس چرا گشتن وسیله بر دست دشمنان. بهر رفع تفرقت در شیعه و سنی مگر، به از این گفتی عمر لولا علی یهلک عمر. گر که بودی تفرقه اندر سران، کی عمر این حرف میرون بر زبان. شکر.